گدارین عزیز، 12 مهانیسان 87 سالی کرد بناف و دنگ دکتر دیروکناسی اکادمیسیونی اکادمیا زانستی یا ارمنستانی یا نتوی شکروی خدای محوی و تمام به لی حیف اف 10 سالن اف نو مدانین کوچه خواب بار کریه و برپالا جای الگزی لواری گالو باوی خو هاتیه دفن کرن شکروی خدای رحمتی چویه حق خو لیش بی خورا بیرونین خوش نوی لایق و کاری گرانبها دهیله شکروی خودو 12 نیسان سال 1930 لرمنستان سوویتی لگند الگزی تمالک کردن ازدین یه بناب و دنگ دا جدیا خوابویه. مالا بووی ازدین هریم و قرصی بون کدنیوه که 100 سالا 19 در بازی اخبارانی ارمنستان نها بون. بووی کمرا ارمنستانی عبدکی ناسکری بود. سالن قید سوویتی اولن اندام پارلمانتا هر سی رسپوبلیک کافکاسیا تومری بو شوندا حتی نیوی سال هفتی سرکتیا کلخوزی دگر دایکاوی میانا لیشو خاتونا که کرمانجی بو مالاوانجی ببو جی میوانا هاتن چوینی زاروتیا وی گندی دا دنوا وی چوین هاتنا کردین پربچاف در بازده به مالی دا 4 لاو و 4 کچ بون اف مالبت دناف کردن وی کمر ارمنستانی دا یکی پر ایام بو تمامی اولاد وی مالی خوندنا بلند خلاص کرده بون. خلانی شکروی خودو شو تیمور عزیز با کار و خبوت الخوا عودن ناسکری بون والد سوویتی دا. خزوریوی حجی جندی برای پروفسور بود ماتماتیک ایان فیضوی اگید هلبستانی مزن فریکی یوسف نویسکار برپرسیاری بش رادیو ایریوانی زمانزان احمد گوگی نویسکار دکتر توسن رشید و حلالیوی دکتر میدیکی فریجا حجی جواری سال 1948 ویدگند خود دبستان نوین تمام کرد پشتی چجی دست به خواندن کرد و فاکولته دیروکناسی یا انستیتوت روانی یا پداگوگی دا پاشکوی دیپلم خو پاراست اف درسداری دیروکیل دبستان گنده الگیز دخابتی سال 1955 اف بو سروکی بشک روزنامه کردی یا تزه و پشتی سال که بو جگری ریداکتوری سرکه یه روزنامه کاری خو وی تابی خواندن خو اسپیرانتوری بردوان دکر سال 1960 شکروی خودو هاتا و خواندن لگروپا کردزانی یا انستیتوت لاتوسی یا اکادمی زانستی یا ارمنستان سوویتی سال 1963 شکروی خودو دیسرتاسیون کاندیداتی لسر بابتی حرکت کردی یا نتوی آزادی خواست عراقی پشتی شهر جیانی دیامین پاراست لید سال 1978 الانستیتوت رولدناسی لموسکوی دکترانتور خویا سرکه لسر بابت پروبلم اوتونومیا گل کرد عراقی پاراست. لج سال 1968 حتی 1994 لفاکولته رولدناسی یا زانینگی روانی یا دولت ماموستای دیروک کردستانی و دولت عربی بود. افدانری پروگرام یکمین بو یا درزدایینا دیروکا گلی کرد زمانی که افنار حتی نا کجبو دزگهین خواندن بلند هاته بو حاضر کرن. سال 1981 حتی 1994 سروکی بش کردناسی بول انستیتوت رولدناسی یا اکادمی زانستی یا ارمنستانی. کارو خباتو زانیاری مزن بلند هاتنه قیمت کرن. سایا زانبونن انسیکلوپدیک دوار زانستی دا گیشت ناوین هر بلند. در سال 1985 شکروی خودو محوی به نوع پروفسوری روی کرن. در سال 1990 اببو اندام کورسپوندنت اکادمی زانستی یا ارمنستانی. در سال 1996 بو اندام همین اکادمی. لتمامی سوویتستانی دبری و سینورت وی در جارا یکمین بو که به سری پروفسور شکروی خودو کرزانک گیشت وی نوی بلند.
در سال 1994 لموسکوی نوین دولت کلین کردی هاته دامزراندن سروکی کیجانجی شکروی خودو هاته هلبجارتن. هر وسا افکارکاری زانیر بو یه انستیتوت رولتناسی یا اکادمی زانستی یا روسیه فدرال حتی روج خواهی داویجی اول ورد خبتی. دیروگزان خزنک زانستی مزنش بی خواهیشتنه. افدانری ده پرتوکان وش سدی بهتر گوتارن زانستی یه درق دیروک کرد و کردستانی بو خوشی قالا دیروک هری نو یا کردستان باشور تکرنه. گلک نویسین وی زانستی به زمان اوروپی و رولشلاتی حتی چاپ کرن. نوین دولت کلین کردی سرویدیا شکروی خودو بهترش 15 پرتوکی کردناسی بلاف کرد. نو دا خبات کلکتیو دیروک کردستانی که دیروک گل کرد به درجه اکادمی روندکه. نوین دولت کلین کردی پرتوکین گرامر دیروکی دیالکتولوژی یا زمانی کردی دیالکت کردی زازاکی شرف خان بیدلیسی جیانکار جانبینی و یدن هاتبون چاپ کرده. شکروی خودو محایی بجداری کنفرانسین درق پرزگرک کردی دبو لپاریز، برلین، واشنگتن، استکهلم، مسکو و ولدیدن. سال 2002 افکارکاری زانیار بو انستیتوت رولتناسی یا اکادمی زانستی یا روسیه. سال 2006 کردستان آزاد کار و خبات اولاد خو بلند قیمت کرد. افهجای خلات زیر یا هلبستوان و روناکبار کردی بزن بیرمرد بود. حتی دقا جیان خواه داویجی پروفیسور شکروی خودو بنرژیا جوانی بجداری هر بویاره که کردزانی ده بو پشکریا تفگیرا گلی خواه یا آزاداری دکر بگنی کنفرانس سمینار جوات سر مسئله کردای نتوی بجداده هات. لهلبت رادیگداری عزیز او رقم و خبر زها نکارن تمامیا کار و راه شکروی خودو اشکره کن. اتخوازم وارا پرچکش مقاله پروفیسور اسکری بویک درقا رمتی بلافکری وارا بخونم. شکروی خودو دستانین و سرکتن گل خورا کیف خواشت بو. غلطی شاشی زو تخمین دکر. نرازیبون خو ونند شرد راستی خو اشکره دگود. دناو جیان خواه زانیاری دا جباوری خو نه آتا خار بمال دنه و نوین ارزان نه آتا خو پاندن قیمت نو و قلم خو تم بلند خواهی کر اف نکو تنی زانیاری که مزنه لی اصاجی وک معرف وک حوال وک شیوردار پر بنرخ بو مزنه را مزنه بجوک را بجوک بو معرف بروژا کلک رونشتا قربانجا وی خوش اخافتنا بحنک و لاقردیا خملاندی تیر نده بو تیبه گو تا لاقردی دنیای جمع وی بون شکروی خودو محویی یکی سباتا سال 2007 لموسکوی چو و رمتی چو مجور دا کفشه ارمنستان لگندی الگازی هاته حد کرن. در سال 2010 دا دبستان نوین یا گندی الگازی به بریار وزارت ارمنستانی یا پرورده به نوی شکروی خودوی محویی هاته ناف کرن. رادیگدارین عزیز او دیسا جاره که جی 3 حیف وکی تیلا عمل شکروی خودو هاته برینی و اف نگیشته 87 سالی خو زانیاری مزن سربلندی و کباریا گلیمه او بیگلی جی لایق کرتیه ده پانتیونا اولاد ملتی می نافدار بربچف و هجادا بیرانینا زانیاری کردی مزن وی حتی دل گلیمه دا بزندی بمینه کنازی
مرهمکش برینا بریندار مالا بابه مرچکی جدوه علکش دونه زیتش کوکاداره دارمازی و اسمره بینی شیره تیره بازی و اسمره بینی شیره تیره بازی و می پیشکشی حکیم خوکن حال و مال دینه بو خاطره بریندارا زیر سر و پیرکان حکیم اگر توی برینداری مالا بابی مساکی توی بزیر سری مقایل بو قایل بو وزی پیشکشی حکیم حکم روکی هناری گردنا نازی ویدا افضالم نمینم ور حکیمو بریندار مالا بابم غدار نیشی ور بیجی حکیمو حکیم قربان توی قد کامل همه جمیالی بینی بیالی ویده بینی بیالی توی دبینی بریندار مالا بابه مبسر برینا خدا کردنالی ده توی چک مرهمه که دل ابین دارا اشتو و بیش کوکا دارا دار کلیره و اسمره بینی شیره تیره باری و اسمره بینی شیره تیره باری و می پیشکشی حکمه خوکن حال و مال دنیش بو خاطره بریندارا زیر سیوان پیرکان حکیم اگر توی برینداری مالا بابی مساکی توی بزیر استی من رازی نبوزی پیشکشی حکیم خوکم جوتی زرمم که قرداش 18 سالی ویدا افضالم نمینم ور حکیمو بریندار مالا بابیم غدار نیشی گدارین عزیز رشانم ایروین تمام بو جاره کردن دیسال سروی نو نیشان امی راستیف بین آمده کار او رو برا برنامه بیلاس ترکیه حتی نی رشانانو بمینند خوشی اسلامتیه دا